اسرائیل هم عربده میکشید تا همین 2 روز پیش. سیستم امنیتی ما چنین است، سپر موشکی ما چنین است، ما قدرت غیر قابل شکستی هستیم، ما 7 میلیون آدمیم که میتونیم هر کار تو دنیا خواستیم بکنیم، سیاست گذاران بزرگ عالم ماییم. و داشتن اینو القا میکردن به همه. الحمدلله امت مسلم دیروز بهشون نشون داد که شما هیچ چیز هم نیست. چرا از خواب خوش رو از چشماشون گرفتن و دلت و رسوایی هم سیستم امنیتی و جاسوسیشون هم سیستم نظامیشون رو به دنیا نشون دادن. 7 میلیون انسان 70 ساله که برای این کره خاکی هر نوع ظلم و جوری رو خواستن کردن، نسل کشی رو خواستن کردن، تفتیش عقاید رو خواستن کردن، مسلمان ها رو از حق عبادت و بندگی تو خانه های خدا محروم کردن، پایه‌گذار تروریسم و خشونت و افراطیگری و غصب ممالک دیگران پایه‌گذار اونا مگه کی بودن تو خاورمیانه؟ همینا بودن، قده سرطانی خاورمیانه بودن. این باور غلط را القا کرده بودن که امت اسلامی دیروز با یه حرکتی به همه دنیا ثابت کرد که در مقابل جهاد ما، غیرت ما، هیچ کی دیگه نتونه در عالم رجز بخوره. این امت اگر برگرده حقیقت خودشو پیدا بکنه، هیچ کی نمیتونه در مقابل این امت بایسته.